إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. آیات قبلی الله تبارک و تعالی بعد از ذکر اموری که تعلق به روزه داشت، یک فرمان عمومی الله تبارک و تعالی در مورد منع از خوردن مالا به طریق باطل بود. این آیت خیلی وسیع آیت بود، همه راههای خوردن مال که در او سبب حرمت میشه و در اونجا سبب فریب دادن مسلمان میشه کلش حرام قرار داده شده. از او خاطر جامع آیت است، به این خاطر که مال کسی را به طریق فریبکاری کسی نخوره، همچنان به دروغ، به قسم خوردن، به دعواهای ناحق. حتی او تصوری که مردم داشتن که اگر ما سر یک معامله دعوای داشته باشم و قاضی فیصله برای ما بکنه شاید برایم حلال شوه، الله او تصورم دور کرد و گفت که توسط فیصله قاضی مال حلال شده نمیتونه. مالی که حرام است ولو که قاضی در مورد تو فیصله بکنه. چرا؟ قاضی ظاهر حال میبینه، بعضی مردم در حجت و در استدلال خیلی قوی می باشه، اگرچه حجت و استدلال تقاضای زیر داره که در حقش فیصله شوه، مال ازو شوه، لیکن در اصل واقعیت او مال برای ازو حلال نیسته، چون که حقیقتا مال از کسی دیگه است. در اینجا الله تبارک و تعالی بیان یک امر دیگر میکنه که رد بالای رسم جاهلیت است. در بعضی مردم خرافات وجود می داشته باشه نظر به پندارهای خودشان و خیلی زیاد پابند امو امر می باشه. الله تبارک و تعالی رد میکنه بالای او مسائلی که خودساخته مردم است. به نام اوهام پرستی یاد میشه. در زمان جاهلیت کسانی که می آمدن حج میکردن، پس در خانه خود که می رفتن از رای دروازه نمی رفتن، از رای کلکین می رفتن. یک موضوعی بود و این را یک عمل خوب می پنداشتن، در حالی که سند و دلیل برای او عمل وجود نداشت. چی که انسان در خانه داخل شوه از کلکین بره؟ چرا؟ دروازه که برای داخل شدن خانه جور شده، ساخته شده، چرا از این نروه؟ البته یک پندار خود ساخته خودشان بود، در هیچ کدام امر شرعی مربوط نبوده، لیکن خودی از این عمل برای خود خیلی مزین میدانستند. شیطانی ترکارا را برش مزین میکرد. حالی هم همچو رسومات خرافی در بین مردم ما وجود داره، از خود چیزای را ساختن که مطابق اونمو عمل میکنن، حالان که او از نگاه شریعت کدام سند و دلیل نداره. به طور مثال میگم، مرده هرگاه که یک کمی گردنش نرم باشه، زنا در بین خود میگه خواهر گردنش خیلی نرم بود، یک مردی دیگر از زود تیکده امرای خود کش میکنه. و در دیار ما و شما رواج است زمانی که روبا وقت میزنه در یک جانب، میگه مرده در دیگر جانب میشه. حتی تا این اندازه که اگر ماکیان آزان بده مردم دستی او را حلال میکنه، سرش میبره، میگه چرا ماکیان آزان داده، در حالی که او ملک دیده. در این موقع آدم باید سوال رحمت بکنه، از الله دعا بخواه. لیکن اینی را میگه خرافات مردم، رسومات مردم. حتی ایت رسوماتی است که مفضی به شرک میشه، نعوذ بالله. یعنی قطعا شرک آدم میگیره. یک بوته است به نام بادبرک یاد میکنه، در کوه پیدا میشه، کوچه اکثر در این بازارها باز میفروشش. این دوا از او خیلی استفاده میکنه. او را مردم در خانه ها دود میکنه، او دود کردن از او را سبب ازی میدانه که جنیات و گپا کلش میروه. این کلش گپای خرافی و غلط و نادرست است که از خود مردم جور کرده، هیچ کدام سند و واقعیتی نداره. یا ایسته که بعضی مردم اینطور فکر میکردن که هرگاه در حج میرفتن سر نمی پوشاندن، دیگه اینطور فکر میکردن که در زیر اتاقی که سقف داشته باشه هم زندگی نکنه. از امو خاطر زمانی که میرفتن که در خانه داخل شوند از رای دروازه نمیرفتن، به خاطری که در سرش تا دری دروازه و دیوال میه، از طریق بالا از بام که کدام دروازه می داشتن از او در خانه پایین میشد، به خاطری که در سر سقف نبیه. حالی هم در ایام حج بعضی مردم ها از سایه خود نگاه میکنه، به خاطری که سر پټ کردن حرام است. از او خاطر ما باید در زیر طور چیزی که سایبان واره باشه در او هم آدم زندگی نکنه، یا حرام است.
این پندارهای غلط خودساختی مردم است. اصلا به لباس تو سر پنهان نمیکنی، اما در موتر و در این گپا حتی بعضی مردم ها موترها را سرش چی کرده، سقفش ورداشته به خاطر ازی که در زیر سقف نبیه. میگه پا در دین نیست، فقط اونجا مکلف انسان بایسته که سر توسط لباس خود نپوشانی، نه ای که در دیگه جایا در سر زیر برنده اگر تیر میشی تیر نشوی به خاطری که بالای سرت برنده میه یا خانه میه. این گپا در دین وجود نداره. در او زمان هم همچو رسومات خرافی بود، الله تبارک و تعالی رد میکنه. اما الله تبارک و تعالی ردش متعلق عموم مسائلی است. اصلا آغاز و انجام کار باید انسان سنجش بکنه، در این مورد خب فکر بکنه، کار از نقطه آغاز بکنه که خیلی ثمر بخش باشه و همچنان انتهای کار سنجش بکنه. انسان رای را انتخاب بکنه که در او کامیابی حاصل شوی، طور نباشه که بعضی رسومات خود نعوذ بالله که هیچ تاثیر در عمل کرد و در فعل تو نداره، او چیزها را برای خود چی جور میکنی، بهانه جور میکنی. مردم در این زمان هم وقتی کسی میروه از پشت سرش خانه را جارو نمیکنه، میگه وای مسافر رفته، خانه همونطور گنده میباشه، هر چیز اشغالی در اونجا موجود است، خانه را جارو نمیکنن. چرا؟ اگر جارو زدی گپ خلاص شد دیگه، او مسافر اینطور رفته. این گپای خرافی است، از خود ساخته است. شو خانه را جارو نمیکنه با وصفی که خیلی زیاد جنگلی دروج جمع شده باشه. چرا؟ شو خانه جارو کردن درست نیست. داینه شب نظر نمیکنه، داینه شب نظر کردن میگه خطاست. چرا خطاست؟ انسان خدا خوب درست میکنه، عیوب خدا برش نظر میکنه. این گپایی است که مردم ساخته، در دین هیچ کدام اصل و اصولی نداره و این گپا سبب منع از بسیار اعمال شده میتونه، خصوصا او عملی که خیلی ضروری میباشه. چرا؟ آلی مسافر رفته جارو نمیزنیم، میمان میبینه میمان خانه تا، پس میره اگر آمده باشه با خواستگاری خواد که قرار خود آرام گرفت که نه، وقتی خانه از این طور است ای که در خانه ما بیا خواد که جنگلی خانه مرا جنگل جور بکنه، تیر از می خواستگاری. این سبب این طور گپا میشه. در اون زمان هم همچو حالتا بود، الله تبارک و تعالی منع کرد و این را میگه که درست نیست. یسالونک عن الاهله، اول سوال از تو میکنه در مورد ماها. در قرآن کریم 14 سوال شده، 8 سوال از این در سوره بقره است و باقی سوالا که 6 سوال دیگه است ای در دیگه جاها آمده. بعضی مفسرین نوشته کرده که در کل قرآن کریم این 14 سوال صحابه کرام کرده، اما این گپ غلط است. چرا؟ به خاطری که صحابه کرام خیلی مردمای با ادب بودن، تلاش داشتن که از پیغمبر علیه السلام بسیار کم سوال بکنه، خصوصا از سوال 11 تا 14 این خوب شان صحابه کرام قطعا نمیزیبه. بله، قاعده است که سوال یکی از جمله راههای گشایش علوم است برای انسان. انسان باید تلاش بکنه. از همون خاطر از صحابه کرام بسیار سوالات کرده. قرآن کریم که کدام سوالات اینجا نقل کرده و کم نقل کرده، منظوری نیست که صحابه کم سوال کرده. صحابه بسیار سوالاتی کرده، خصوصا در مواقع ضرورت. حتی ادناترین امر، بسیار کوچکترین امر صحابه کرام از پیغمبر علیه السلام سوال کرده. چرا؟ الله بر ما میگه فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. در مواردی که انسان علم نداره، بهترین راه حل مشکلت سوال است. از همون خاطر است که سوال سبب انکشاف اذهان یک جماعت هم میشه. یک موضوع در یک مجلس سوال میشه، کل مردم از او استفاده میکنه. بله، اکثر چون صحابه کرام حالات پیغمبر علیه السلام مشاهده میکردن، مصروفیت پیغمبر به چشم سر میدیدن، از او خاطر بسیار تلاش داشتن که پیغمبر علیه السلام در سوالایی که مفهوم و معنا نداشته باشه در او مبتلا نسازه. از همون خاطر است که در دین سوال بیجا نادرست است. ما بار باری گپا را یاد میکنیم، یک تعداد برادرای و خواهرها امی سوالا را میکنه، سوالایی که هیچ مفهومی نداره، مطلبی نداره، مسائل ایمانی ما به او مربوط نیست. مادر موسی علیه السلام چی نام داره و نکاح آدم علیه السلام که بسته کرده و قربانی چی را هابیل و قابیل کی خورده، این مسائلی است که هیچ ضرورتی نیست به و چقدر عمر داشت فلان و
دخترش چی نام داشت چقدر اولاد داشت. این سوالاتی است که قطعا مفید نیست و خصوصا کسایی که مصروفیت زیاد داره همچون سوالا باعث ضیاع وقت میشه. وقت خیلی قیمتی چیز است. صحابه میدانستند که پیغمبر علیه السلام هر لحظه زندگیش چقدر قیمتی است، از همون خاطر سوالای بیجا نمیکردند. اما سوال در مورد آن چیزی که پیششان مغلق و پیچیده باقی مانده بود، صحابه از او اجتناب نکرده، از او آرام ننشسته. شما ببینید که حتی زنای صحابه کرام آنقدر مسائل پیچیده که مربوط زناست به پیش پیغمبر علیه السلام آمده، به خاطر از اینکه در دین معلومات کافی برشان حاصل شود، نشود که نعوذ بالله برشان کدام نقصان برسه. دمی تو رمضان مبارک گونه شخصی آمده و پیغمبر علیه السلام میگه ای پیغمبر خودم هلاک کردم، اهل خودم هلاک کردم. چرا؟ مبتلا به همبستری با امرای زن خود شده بود. پیغمبر علیه السلام حکم شریعت برش شنواند، برش گفت که برو دیگه غلام آزاد که. گفت یا رسول الله هیچ چیزیم در خانه وجود نداره. بعد از او گفت خیر 2 ماه پی در پی روزه بگی. او گفت یا رسول الله از همین وجه که توانمندی نداشتم من مبتلا به این کار شدم. بعد از او گفت خیر 60 مسکین طعام بده. گفت فقیرترین خانه دی دیار از مکه دیگه کس نیست. بعد از او چیزی خرمایی که در پیش پیغمبر آمده بود امور برش داد. گفت امیر است، بر از او داد، او صدقه کرد. ببینی صحابه یک معامله را، حتی معامله خیلی که نمیخواست که در مجلس افشا شود، اما معامله را به پیغمبر صلی الله علیه وسلم در میان گذاشته، سوال کرده. از او خاطر سوال یکی از جمله دروازه های انکشاف ذهن انسانی است. بر انسان معلومات کافی در اون موردی که خود نیاز داری در اون مورد حاصل میشه. الله ما را مامور ساخته. اما سوال موقعی کار داره، سوال بی جای نباشه. وقتی یک کسی را ما بسیار مصروف به چیزی دیگری نسازیم، این مسئله خیلی مهم است. اینجا سوال شده، این سوال کننده کیست؟ شاید صحابه کرام باشه. و منظور صحابه کرام اینجا 2 مطلب است. یک مطلب است که از ماهیت ما سوال کنه که همین ما چرا کم و زیاد میشه و ما چه قسم چیزی هسته، از چی ساخته شده. این سوال یقینا بیجاسته. ما را دما چی که از چی ساخته شده؟ نه، صحابه کرام اینطور سوال نمیکنه. قول راجح از مفسرین دیگه است که نه، اینجا سوال از حکمت کم شدن و زیاد شدن است. که چطور ما آفتاب و ما اردویش یک نوع سیاره است که در این فضا الله او را مقرر کرده، طلوع میکنه، غروب میکنه، به یک نظم و نظام خاصی همینطور روان میباشه. چی فرقی است در بین آفتاب و مهتاب؟ که آفتاب همون قسمی که از اول ابتداست تا حالی را به مو سیستم میباشه منظم، اما ما کمی و زیادی را دو دیده میشه. اول شروع میشه به مثل داسواره، بعد از او کلان شده گرد میشه تا 15 یعنی مدور میشه، پس از او باز شروع میکنه به کمی. از او خاطر اینجا سوال از حکمت است. الله تبارک و تعالی مطابق همین سوال جواب میگه. و یسالونک عن الاهله، از تو سوال داره پیغمبر علیه السلام در مورد زیادت و نقصان یا فوایدی که در کمی و زیادت همین ماه هست. قل بگو هی مواقیت للناس والحج، بگو در جواب که هی اینمی ماه کم شدن زیاد شدن دی مواقیتون، ای معیار شناخت وقتاست للناس برای مردم در معاملاتشان. کدام معاملاتی که اختیاریشان است برای از اینمی یک معیار از شناخت اوقات است. شمار ماها را توسط ازی تعیین میکنه. چقدر احکام اسلامی وابسته به این گپا است. ببینید ماه مبارک رمضان ما میگیریم، از همین کم شدن زیاد شدن ما برای ما واضح میشه که فلانی ما در حالت ختم شدن است و ماه جدید عالی از طرف مغرب دیده میشه. از همون خاطر به دیدن ما مردم روزه میگیرد. در اون زمان مردم چون در دشت و بیابان بود ما خوب دیده میشد. حالی هم که اهتمام صحیح در هر ما باشه، انسان امو جای مطلع یعنی برآمدن ما را بالکل دقیق دیده میتونه که در کدام سرحد امی ما میبره. از او خاطر که دقیق باشه در بیگای اول در افغانستان و در هر جای دیده میشه. این کدام امر سخت نیست. خود تنها در این عصر حاضر ما اهتمام در امور دین بسیار کم شده، خصوصا حساب قمری از بین رفته، مردم دمایش سعی نمیکنه. وگرنه در روز حساب شمسی وجود نداشت. چرا حساب شمسی تنها مردمایی که خیلی زیرک و دقیق بودن برای از او میاثر میشد. عوام مردم نمیفهمید. احکام اسلامی به این طور امور تعلق داره که خیلی مشاهده شوه و هر کس سرش بفهمه. از همون خاطر است ماه یکی از جمله آلاتی است
که توسط از او انسان شناخته میتونه تعداد روزها را، ماها را، هفته ها را، اینمی قسم اوقات روزگار و زندگی خود. و همچنان الله دایی بسیار مسائل دین متعلق ساخته. زن عدت خود دینمی شمار میکنه که چقدر است. یک زن شوهرش وفات میکنه عدتش دینمی است. ما و شما معاملات میکنیم، اجاره، بیع، قرض میدیم تا یک تاریخ توسط ازی معلوم میشه. بالخصوص مسئله حج تعلق به اینمی ما داره. از او خاطر الله پس از او گفت که والحج، یعنی شما دو قسم امور توسط این ما معلوم کرده میتونی. یکی امور اختیاری را که شما اجاره میکنه، قرض میده، تاریخ مقرر میکنه، این امور اختیاری است. یکی غیر اختیاری است. حالی یک انسان میگه ما چیست یا رمضان است، من رمضان در این ماها نمیگیرم، چرا این گرمی زیاد طبیبی، این روزام خیلی زیاد دراز است، از او خاطر زمستان که آمد خیلی کوتاه دمونجا من روزه را میگیرم. یا یک کسی بگه که من در این روزا در حج نمیرم، عربستان بسیار سخت گرمی است او چند روز مراسم حج که آدم انجام میده بسیار مشکل تمام میشه، نه فقط در زمستان حج میکنیم خیر و خلاص. این امور اختیاری نیست، غیر اختیاری است. الله در اینمی مواقعی را مقرر کرده، ولو در تابستان میایه یا زمستان میایه تو مکلف هستی امیر انجام بدی. و امتحان الله تبارک و تعالی دایی میشه که گاهی در حالت آسانی بیایه و گاهی در حالت سختی بیایه. در حالت آسانی خو هر کس لاف میزنه، هر کس سینه خدا میزنه من مؤمن واقعی استم. معلوم شود که کی در حالت سختی، کی در حالتی که خیلی فشار سرت میاد، تو پابند دین الله تبارک و تعالی استی. و همین مقصد امتحان الله است که یک مؤمن یقینا ایمانش معلوم شود که مؤمن اموتور زبانی است، سمبولیک است، اموتور به مردم خدا نشان میده، یا یقینا مؤمن است، ای واقعا تسلیم به الله تبارک و تعالی است. الله ای حکمت بر ما بیان کرد. بعد از میگه ولیس البر بان تأتوا البیوت. کدام مفسرینی که میگه اینجا سوال از اصل ماهیت ما بود که ما از چی چیز ساخته شده و چرا زیاد و کم میشه. از او خاطر میگه پشت سرش الله میگه که وأتوا البیوت من ابوابها. سوال از راه بکنه. انسان وقتی سوال میکنه سنجش بکنه که سوال ما چقدر منفعتی داره، که آیا ما از این نفر سوال میکنم جواب برام میگه از این چی فایده ای من میگیرم. از همون خاطر اگر تو سوال بی مورد میکنی مثل که در خانه داخل میشی لیکن از راه کلکین. اگر از کسی از راه کلکین داخل شود قابل احترام نیست، بلکه مردم او را به تفنگ میزنه. چرا؟ دزد معرفی میشه، تو برش به عزت معلوم میشی. تو اگر واقعا دوست باشی و قابل احترام باش ما پیشی تو از راه دروازه می در دروازه تق تق اجازه میگیری، بعد از او داخل میشی. این حال فرق میشه که یک انسانی که از کلکین میاد میفهمی او را مردم میزنه دزد گفته. از او خاطر اشاره به ایسته که اگر سوال بی مورد میشه بیجا میشه قابل جواب نیست. چرا؟ به خاطر از تو را اصلا نوی احترام نکرده، ایج عزت برات نداده. تو را اگر عالم میدانه بعد سوال بکنه که مربوط دینش باشه، فایده برای از او داشته باشه. وقتی سوال میکنه که او قطعا فایده نداره در حقیقت تو را توهین و تحقیر میکنه. اوی واقعیت است. واقعا بعضی اوقات انسان خیلی مصروف می باشه. یقین بکنه که ما اگر کلی تلفن‌ها را جواب بگیم اگر موقع نان خوردن هم برام میسر شود نمیشه، برای ما میسر. چرا؟ مصروف میشیم. لیکن الله تبارک و تعالی ادب بر انسان نشان میده. سعی کو از روی دروازه داخل شوی در خانه، در دروازه که آدم داخل میشه در خانه اجازه میگیره. ببینید ادب چقدر خوب چیز است. یعنی یک سوال وقتی قابل جواب است که از راه درست سوال شده باشه، با اجازه باشه و بعد از او منفعت داشته باشه، یقینا لا اقل تاثیر یا فایدهش برای همون سوال کننده باشه. از همون خاطر است سوالا را تقسیم کرده. یکی سوالای تعنتی است. سوالای تعنتی سری پیغمبر اسلام خیلی زیاد کفار میکرد که پیغمبر را تکلیف منداخت. یعنی اینطور سوال بکن که او در تکلیف واقع شوه، حال دیگه جستجو بکنه، کل عمر خود ضایع به این نمی گپ بکنه. یا سوالایی هست که به مورد می باشه، الله از اینطور سوالا منع میکنه. میگه این به خاطر عزیز که الله گفت وأتوا البیوت من ابوابها. سوال به مورد نکنه، در خانه ها داخل از راه دروازه ها شوی، از راه دروازه سوالی باشه که مناسب باشه. اما کسانی که میگن نه او سوال در مورد حکمت کم شدن و زیاد شدن بود، سوال بجا بود او جوابم بجا الله تبارک و تعالی بیان کرد. اینجا امو رسم جاهلیت دیگری که یاداشتن او را الله رد میکنه که شما در ایام حج زمانی که پس در خانه ها می روی
شما از خود حال پندارها نداشته باشه. دین که کدام چیزی براتان مقرر کرده امور را باید انجام بدیم. ما از خود پندار نداشته باشیم که باید اینی پندار باید حتمی عملی شود. یکی از پندارهایشانی بود که وقتی می رفتن پس در قریه خود از راه دروازه داخل نمیشد، از راه کلکین می رفت. یعنی یک نوع تمیز و یک نوع تفکیک برای خود قائل می شدن. الله رحم بکنه. امروز حاجی امام همین قسم تمیز به خود قائل میشن. یک عبادت الله را انجام داده با جای از اینکه گریه کنه، زاری کنه، پس بیا فلسفه حج به حال خود بیان کنه یا یک سلسله امتیازات و هیاهوی و کشمکش شروع کرده می باشه. شما باور به الله بکنه اگر دیگه هیچ امری غلط در آمدن حاجی نباشه، تنها مردمی که در عیدگاه برای پذیرایش میره و نماز پیشین و شام و خفتنشان قضا میشه در اونجا، چرا که اونجا خو در عیدگاه به می کلانترین مسجد هم جای وضو وجود نداره. ما خودم اونجا را دیدم، شام قطما بسیار مردم نماز خواندیم، بسیار مردم استاد شد، در حالی که به هزارها نفر دیگه همونجا محترا گلپوش استاده در دستشان گلا انتظار حاجی را میکشید، الله اکبر نماز نمیخوان. یقین به الله بکنه اگر هیچ حج آدم نکنه خو یک نماز کسی در مورد تو قضا نشوه، امی بهتر است. من خو میگم که هیچ حج نکو خو نماز کسی در مورد تو قضا نشوه، امی بری تو بهتر است. ولی ببینیم به هزارها نفر صرف به خاطر پذیرایی تو اونجا آمده نمازش قضا میشه، بازور یا میخونه یا نمیخونه. بس چقدر امر بزرگ و مفسده بزرگ است. اگر کسی درک بکنه یکی ازدحام جور میکنه، یکی راه بند میشه، یکی افتخارات و نعوذ بالله کبر و غروری گپا را در پیش میگیره، این خو یک امر بسیار بس بزرگ است. نکنه عبادات الله را تبدیل به این نعوذ بالله فخر فروشی و به این کلان فروشی نکنه که پشت ما اینی قدر موتر آمده بود، اینی قدر نفر آمده بود، آلی فلانی حاجی اینی قدر موتر پشتش رفته بود. یقین به الله بکنه که در روز قیامت امی گپ است که اونجا الله میگه به حاجی میگه، به سخی میگه، به مجاهد میگه، به عالم میگه علم برای چی آموختی، جهاد برای چی کردی، حج برای چی کردی، سخاوت برای چی کردی، یا هر کدام میگه امو غرضی درستی خدا بیان میکنه. خو الله برش میگه کذبت، دروغ گفتی، تو دروغ گفتی. نه، منظوری تو رضای الله تبارک و تعالی نبود، منظوری تو از حجی بود که مردم برات حاجی بگویا، دستی تبوسه کنه و نمو قسم الله او عملش رد میکنه. امروز که ما میبینیم یقین به الله بکنه در 100 حاجی یک حاجی هم همینطور پیدا شوه که واقعا منظورش خودفروشی نباشه، منظورش کلان فروشی نباشه، افتخار فروشی نباشه، خودنمایی نباشه، خالص به خاطر رضای الله. هیچ کس نمیشناسه شده کوچه میره حج میکنه پس میاد، هیچ گپی نیسته، خلاص هیچ گپ نیسته، نه مصارف است، نه تکلیف است، نه رنج است، نه نعوذ بالله گبی کدام تمام مال و منال تموتر ده هوا رفتن است، نه این قدر روزا از کار و زندگی ماندن است، هیچ گپی نیست مثل عبادت های دیگه. ولی امروز ما از این عبادت الله چی جور کردیم؟ این کدام دین است؟ در کدام جا است؟ قرآن بر ما میگه وقت البیوت من ابوابها، در دروازه ها، در خانه ها از راه دروازه بیای، آن چیزی که مناسب حال توست. تو چقدر قوت داری؟ اولادت گوشت پیدا نکرده در یک ماه، اولادت زنت قطی تو جنگ داره، یک جور کالا برش جور نکردی برای عید، اما برای فخر فروشی باز دیگه دیگار بار کن، مردم کارتا روان کن که حاجی صاحب ختم داره. چرا این کارا میکنی؟ آیا الله نمیبینه؟ روزگار دائمی نمیبینه؟ قرآن کریم درس عظیم میده برای ما که ما همیشه از راه دروازه داخل شویم، یعنی هر کار سنجش کنیم که کدام کار موجب سعادت و کامیابی ما است.